یا الله خانم ببین کی از اتاق در اومد. حجابتو رعایت کن. نامحرمیم دیگه. میگفتی پسر گاوی گوسفندی قربونی کنیم. مسیریابتو روشن کن تو پذیرایی گم نشی پسر. بابا پول به من میدی؟ همشو خرج نکن. بابا جان پسر. کارنامه‌مو گرفتم. اون 20 شدم. پسر دوی خانم بابا پول بده. جیب راست کاپشنم بردار. نیست. جیب چپ بردار. نبود که. دیدی نبود پول ندارم. پدرتم آبربانک که نیست پول بده پول بده. بابا چرا پول نمیدی به من؟ من باز این همه کار میکنم واسه کیه مگه؟ من هر چیزی میکنم واسه شماست. این همه چک داری به من بده دیگه بابا. نمیشنوی؟ تو هم اینجا باشی نمیشنوی پسر. اینجا صندوق جیب دستی بود. راست میگی صدا نمیاد. صدا نمیاد نه. من چیکار برگشت تو با پول کی خریدی خوردی؟ خودم خریدم. اصلا هر چی اینجا خونه کیه؟ خود خونه کی داری زندگی می‌کنی؟ بیا پسر این برنامه رو به من یاد بده. من یادم رفته بره. اون چی بیا به گوشی خودم بهت یاد میدم. باز تو پول از جیب من برداشتی رفتی گوشی خریدی برای خودت. خودم خریدم. جیب تو چیه؟ تو پولت کجا بود بری گوشی بخری؟ قسطی خریدم. کی به تو قسطی میده؟ از اسنپ پی خریدم. پرداخت آخر ماه داره 4 قسطی داره. اقساط بلند مدت داره. تا 90% تخفیف رو بعضی از وسایلش هم هست. آیلاین میشه خرید کرد بخرم. آنلاین داره هم حضوری. خواهش میگه الان بخر بعدم پرداخت. بعدم